من رمزمو فراموش کردم، میتونی کمکم کنی؟ شما آیا رمز خود را فراموش کردید؟ آره دیگه گفتم فراموش کردم. خب بعد چی کار کنم؟ فراموشی رمزو بزن. فراموشی رمزو زدی؟ بله. رمز قبلی خود را وارد نمایید. میگم یادم نمیاد. اینکه تو رمزتو گم کردی به من ربط نداره، به سایت ربطی نداره. می‌خواستی یه جا یادداشت کنی فراموشت نشه. حالا رمزمو میگی؟ اسم معلم اول ابتدایی چی بود؟ واو. حداقل یه ایمیلی، شماره تماس، چیزی وارد کن بتونم یه کاری کنم. ایمیل دارم. تو رباتی؟ ربات چیه؟ من آدمم. باشه، جون عمه جونت، تو ربات نیستی. یه تصویر این زیر میذارم، تعداد چرخهای دوچرخه رو بشمار. میدونی چرا کد نمیاد؟ چرا؟ چون شماره تماس به نام خودت نیست. خسته شدم، 3 ساعته داریم تلاش میکنیم رمز بده. منم خسته شدم، مثلا پشیمون شدم. یه روش دیگه امتحان میکنیم حالا که SMS نمیاد. چی؟ یه مربع این زیر میذارم، عددی که این تو میبینی و برای من بخون وارد کن. نوشتم عددو بالاخره. بذار ببینم. درسته، آفرین. خدا رو شکر. اما متاسفانه سایت فعلا قادر به پاسخ نمیشه. تو خدا نرو اذیتم نکن. مجدد رمزو بده. همه این مرحله ها رو دوباره بعد انجام بدی.